بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. حلقه امروزی ما درباره مبارزه روانی علیه پیامبر و صحابان پیامبر است. مشرکای مکه تصمیم گرفتند که هر عائله و هر قبیله باید افراد خودش را از دین گرداند و با هر وسیله که میتواند. نمونه اول مثلا میتوان گفت که سعد بن ابی وقاص است که مادرش خواست که سعد بن ابی وقاص از دین گرداند، نتوانست و با راهی گویم که یک فشار روانی و او گفت که من دیگر هیچی نمیخورم تو اینکه تو از دین خودت نگردی. سعد بن ابی وقاص هم به یک استواری و یک ثابت قدمی گفت که مادر تو میدانی که اگر 100 جان داشته باشی و جانت یک تا برایت، من از این دین نخواهم گشت. من تو رو حرمت میکنم، تو رو احترام میکنم، این جایی گپ نیست، جای مناقشه نیست، اما در مسئله دین من گفت دین خودم از همه چیز بالا خواهم گذاشت. یا اینکه نمونه دیگری مصعب بن عمیر است که یک جوان ناسپرورده مکه بود و انسانی بود که لباسهای بهترین را میپوشید، عطرهای بهترین را میزد و عطرهای خودش از شام و یمن احضار میکرد. یعنی خیلی انسانی نازکی بود، ناسپرورده بود. مادرش بالای فشار روانی آورد، اول پول نمیدادگی شد، بعد لباس نمیخریدگی شد، بعد دیگر کارها رو نمیکرد، اما مصعب از راهش نگشت. اخیرا مادرش رو از خانهش راند، لیکن مصعب یعنی که با وجدان که اینقدر نازپرور بود از راه نگشت، راه خودش دوام داد. یعنی جوان 17-18 ساله بود. یا اینکه مثال دیگرش ابولهب دو دختر پیامبر کلین کرده بود و فرزندای خودش مجبور کرد فقط برای خاطر اینکه پیامبر یک ضربه روانی زند گفت که دخترای محمد طلاق میدی. اونها هم دخترای پیامبر طلاق دادن. یعنی نامردی ببینه، یعنی که در یک اختلافی که بین دو انسان از دو مرده که هست، دخترای وی در آوردن و فرزندای وی در آوردن و پدر و مادر وی در آوردن، یک در یک اون قالب انسانی نمیگنجد. اسلوب دیگری که مشرکان استفاده بردن این مسخره هست. دوستان عزیز، الله تعالی در قرآن میگه که اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، یعنی که از زبان مشرکان میگه که آیا اینها همونایی هستند که خدا بالای اونها منت گذاشته از بین ما اختیار کرده است و گلچین کرده است. نخواد که همونا در حق باشند و ما در باطل باشیم. همین تفکر میکردن. این یک غروری که در درونشون بود، کبری که در درون آنها بود. اینکه در جای دیگر میگه که آنها اینها رو مسخره کرده، میگفتن که ها این پادشاهای زمینن، اینا پادشاهای آینده‌اند، مسخره میکردن. چون که پیامبر علیه السلام در حدیث گفته بودن که ای مردم، شما یک کلمه گویید، یک کلمه رو نطق کنید، شما شاه عجم و شاه عرب خواهید بود. لا اله الا الله. یعنی از همین اقتباس میکردن، میگفتن که اینا پادشاه هستن. یعنی به همین میخواستن از جهت روانی مسلمان ها رو شکنن. البته این کارشون نتیجه نداد. عقبه بن ابی معیط یکی از جنایتکاران مخصوصا مزمین قریش، ابی بن خلف بسیار رفیقی داشت. روز امیه بن خلف با پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود و عقبه بن ابی معیط گمان کرد که این برادرش، این که دوستش ایمان آورده است. اومد ازش گفت که تو گفت با محمد ایمان آوردی؟ گفت که نه، من ایمان نآوردم. گفت اگر من باور ندارم گفت تو ایمان آورده باشی. گفت تو بابا اینقدر مهربانی داری، گفت نشسته چق داره همراهش. این گفت که اگر خواهی که اثبات کنی که ایمان آوردی، حاضر میری در چهره محمد تف میکنی. این مردم اومد در چهره پیامبر علیه السلام تف کرد، فقط برای خاطر اون که اثبات کند که ایمان آورده. و در روز قیامت الله تعالی منظره هر دو این جنایتکارا رو وصف کرده، میگه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کاش که فلانی برای خودم دوست و خلیل نمیگرفتم که مرا از راه الله گمراه کرد، مرا از قرآن و از پیامبر گمراه کرد. یعنی انسانی هستن که وظیفه‌شون فقط نه تنها خودشون گمراهن، دیگران رو مجبور گمراه میکنن. وقت این راه ها، وقت این وسیله ها کار نداد. وسیله هایی که در حلقه گذشته گفتیم، این دو وسیله که در اینجا گفته شدیم، وقت کار نداد، اونها یک دو قدم به قفا زدن و برای پیامبر دو چیز پیشنهاد کردن. یکمش این است که گفتن که محمد بیا، گفتن خداهای ما و خدای تو را یعنی به یک جایگی عبادت میکنیم. یعنی که یک دینی آمیخته پیشنهاد کردن. میگفتن که خیلی ما 300 تا خدا داریم، 300 تا خدا داریم، خیلی خدای تو یک تا است. نه خود از بین همون یک خدای حقیقی نباشد. حتما خدای حقیقی بین همین گویم که 300 و چند خدا هست. بنابراین وقتی که ما یک جای عبادت کردیم، یک قسم عبادت ما با اون خدا صرف خواهد شد، ما صاحب جنت خواهیم شد. البته این پیامبر رد کردن. دوم پیشنهادی که اونا کردن، گفتن که اگر تو اینو نتونی، بیا گفتن 1 سال خدای تو رو ما عبادت کنیم، 1 سال تو خدای ما رو عبادت کن. یعنی 1 سال یک جایی میشیم
الله تعالی رو عبادت میکنیم. یک سال یک جای میشیم لات و عزا و منات و دیگر خدا رو عبادت میکنیم. و الله تعالی این مسئله را دومش برید. قطعا در سوره کافرین گفت که ای کافرو، پیامبر گفت که بگو ای کافرو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چی عبادت میکنم من عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، اون چی که من عبادت نمیکنم شما اون چی که من اون رو عبادت کرده استادم. لکم دینکم ولی دین، برای شما دین شما، برای من دین خودم. یعنی با همین این مسئله پشت شد. یعنی اسلام است، شرک است، جاهلیت است. روش بر روش هیچ وقت تغییر نمیگیرد. یعنی که روش بر روش درست نمیگیرد، این راه به این راه درست نمیگیرد، این منهج به این منهج درست نمیگیرد. بین اونها یگان نقطه التقا، نقطه واخوری نیست. چگونه میشه که اونها رو با هم آمیخته کرد؟ توحید انسان رو به یک ذات یگانه توجه میدهد، ذاتی که برای او تعلیمات میده که از کجا عقیدهش گیرد، از کجا آدابش گیرد، از کجا شریعتش گیرد، از کجا دینش گیرد، از کجا اخلاقش گیرد. همه این رو همون ذات معین میکند. اما شرک چی؟ مصدرش چی است؟ سرچشمه‌اش چی است؟ یک چیز خالی هست، یک چیز بی اصل و بی اساس و بی ریشه است. بعد وقتی که این کاراشون کار نداد، بعد وقتی که این وسیله ها کار نداد و این قفاروی اونها کار نداد، دیگر اونها خشم و غضبشون بالا گرفت. گفتن که ما برای محمد کمپرمیس پیشنهاد کردیم، برای وی قفاروی کردیم، محمد باشد با از نو استواردار و ثابت قدمتر شده ایستاده است. بعد از اون سلاح ظالما در طول عصرها را پیش گرفتن. سلاح ظالما در طول عصرها این شکنجه و زوراوری هست. وقتی ببینن که این وسیله های مسالمت آمیز کار نمیدهد، شروع میکنن به شکنجه، فقط برای مبارزه علیه فکر، مبارزه علیه عقیده، مبارزه علیه دین. یعنی انسان حیرت زده میشه که چگونه انسان میتواند انسان دیگری شکنجه کند، یا اقلا دیده ایستد و نزد یا کسی شکنجه شود، یا اقلا چه خیل دستوری به شکنجه میدهد. اصلا انسان سالم نمیتواند یک شکنجه حیوان جانور را تحمل کند. چگونه انسان میتواند انسان دیگری شکنجه کند؟ یعنی به عقل انسان نمیدارد این چیز. یعنی اونها درونشون چه خیل باشد، دل اونها چه خیل باشد، خون اونها چه خیل باشد، وجود اونها چه خیل باشد که انسان به یک راحتی شکنجه میدهند. پینکشون ویران نمیشد از این شکنجه دادن. و ما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید. نقمت اونها، خشم اونها بالای اینا تنها همین است که اونها به خدای یگانه ایمان آوردن، خدای عزیز و خدای حمید. بیاید بعضی نمونه این شکنجه ها رو گیریم. بلال ابن ابی رباح غلام همین امیه ابن خلیف جنایتکار بود. وقتی که بلال اسلام قبول کرد، امیه به کودکای جوانای مکه پول داد و گردن بلال یک ریسمانی کشال کردن و بلال را مثل یک حیوان چارپای در مکه کشال میگشتن. چون اذیت میدن که در اثری همون ارغمچین که اثری همون ریسمان در گردنش دیده میشد. به این اکتفا نکرده، یک گروه انسانای مثل خود جنایتکار جمع کرد، بردن در یک صحرای گرم مکه، در یک صحرای تفسون مکه، ریک‌ها بالی ریک انسان لوچ، یعنی بلال لباس بالوگیش کشیدن، لوچ خوابوندن در گرمی، بالاش یک سنگ بزرگ گرمی دیگر ماندن، از تک دره میزدن، از بالون به چهرهاش دره میزدن، مجبور میکردن که بلال کلمه شرک نطق کند، از دین خودش گردد. بلال هم چنان الله تعالی صبر داد که در اونجا فقط کلمه احد نطق میکرد. یگانه هست خدای من، یگانه هست، من از این دین نمیگردم، خدای من خدای یگانه هست. و اونها رو خیلی خشمشون میآمد. نمونه دیگرش یاسر و سمیه است، دو پیرمرد، یکی پیرمرد یکی کمپیر است، یک زن است عجوز است، بردن هر دو اینها رو در مکه در صحرا کشال کردند، زدند، شکنجه دادند تا اینکه از دین گردن. این پیرمردان از خود یک استواری نشان دادند و ابو جهل لعین سخت خشمگین شد و آنها را نهایتا کشت، فقط برای اون که میگفتند که لا اله الا الله. نمونه دیگر دوستان عزیز خباب ابن ارت است. خباب خودش یک آهنگری بود و در نزد یکی از زنهای مکه غلام بود و در دکانی او کار میکرد. این مرد که خیلی شکنجه زیاد دادن، از جمله از موی سرش میکشیدن، عذاب میدادن، در انگشتی که سوزان است و تسبون است خواب میراندن بالاش. به همین نمود شکنجه میکردن، یعنی با علاب او رو شکنجه میکردن. اما در روایت اومده است که میگه که از بدنم روغنی بدنم میبرمود و انگشتا رو خاموش میکرد و الا میگه عذاب اونها همیشه بردوام بود، یعنی که همیشه تکرار به تکرار برای خباب می آوردن. و خباب هم دیگر گویم که صبر و تحمل میکرد. میگه که روز رفتن که در خیلی در روایت بخاری آمده است، میگه که روز رفتن که پیامبر علیه السلام جامه‌شون رو پیچوندن و در سایه دیوار کعبه پهلو زده نشسته بودن. رفته گفت که
یا رسول الله متى نصر الله، ای پیامبر کی این یاردم خدا می آید؟ یعنی بس میگم که بسیار شکنجه شده بود، یک نمود آزرده خاطری، یک نمود ناامیدی در او دیده میشد. پیامبر علیه السلام وقتی دیدن از یوشون خشمگین شدند و خستند، میگن که روشو سرخ شد از این سوال این کردگیش. گفتن که هی خباب، اونایی که پیش از شما بودن اونها رو با شانه های آهنین بدنشون شانه میکردند، پوست و گوشتشون میکشیدند میگرفتند، اما اونها از ایمان خودشون باز نمیگشتند. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که وای ناامید است، گفتن که هی خباب، روز خواهد رسید که خداوند دین خودش تمام و پر میکند، دینش غالب میآید و دینش مظفر خواهد شد و در آن روز انسان میگن از صنعا میبرد تا حضرموت میرود و از کسی جز الله تعالی نمیترسد و برای گوسفند جز از گرگ از چیز دیگری نمیترسد. اینکه چنان امن و آرامی خواهد بود که انسان ایمن خواهد بود و کسی زوروری نخواهد کرد. یعنی اینجا برای وی پیامبر در دلش امید کاشتن، تخم امید کاشتن، گفتن که تو ناامید نشو، این روزها خواهد گذشت، این روزها خواهد پس سر شد، تو نباید که ناامید شوی. این است نمونه. نبینه اینها فردا پیش خدا خواهند آمد و حساب کتاب خواهد شد. الله تعالی ابو جهل میپرسه که برای چی این دو کمپیرو میسد کشتی؟ امیه ابن خلف پرسید خواهد شد که برای چی بلال به چی حق بردی و در اونجا شکنجه کردی؟ روبرو خواهی شد با خدا، حساب کتاب هست. و خیلی که در حدیث آمده است پیامبر علیه السلام میگن که وقتی که کافر، وقتی انسانی ظالم میگه به دوزخ انداخته میشود، یک لحظه یک ثانیه میاندازن میگیرن، میگن که ها چه خیلی از دوزخ در دنیا در معیشت بودی، در دنیا فلان کارا رو میکردی، تمام خوردنی ها رو داشتی، خانه ها رو داشتی، فلان ها رو داشتی، اینکه همه چی رو فراموش میکند. یک ثانیه دوزخ تمام کیف و معیشت دنیایش از جا میبرد. این چنین بنده بیچاره مظلومی که در دنیا به زوری زندگی میکرد و فقط زیر شکنجه و زوراوری بود، بگن که وقتی در جنت یک ثانیه در آورده میشد با مشامش بوی بهشت میرسد، پرسیده میشد که چه خیلی بود زندگی؟ میگم من فقط در نعمت بودم. یعنی که تمام شکنجه ها یا عذاب و مشقت هایی که در زندگی دیده بود همش فراموش میکنه. هر دو اینها در نزد الله تعالی حاضر خواهند شد و اونجا از عملهای کرده خود نیک باشد نیک، بد باشد بد، حسابات خواهند داد. الله تعالی اونها رو تهدید کرد، میگه که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، این جنایتکارا فکر نمیکنن که در نزد خداوند در روز قیامت از نو زنده خواهند کرده شد و پرسیده خواهند شد از عملهای کرده خود. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما گمان میکنید که ما شما رو همه خیلی آفریدیم و شما با سوی ما باز نمیگردید؟ یعنی که حساب کتاب نیست به فکر شما؟ یگان عدالت نیست در اون دنیا؟ قاضی عادل نیست در اون دنیا؟ خلاص دوستان عزیز، این بعضی نمونه ها بود. ما ان شاءالله در حلقه آینده درباره بعضی شکنجه‌هایی که نسبت خود پیامبر علیه السلام بود ما به شکل علاهیدگی و ویژگی خواهیم ذکر کرد. اینجا فقط بعضی نمونه از صحابه بود. خب دوستان عزیز، چه چیز وادار کرد که صحابه همه این چیزا تحمل کنند و یگان عکس العمل نشان ندهند؟ اینه که حکمت از این چیز بود برادران. الله تعالی میتونست که همه این چیز رو بدون این شکنجه ها، بدون این وزنی ها بالای سر مسلمان ها میتونست که دین خودش پیروز کنه، در دل مردم دین اسلام اندازه. برای چی این شکنجه ها بالای اونها فرامد؟ در حکمت میگن که یکمش تزکیه است، پاکسازی صف مسلمان ها از منافقان بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی مردم گمان کردن که وقتی ایمان آوردن اونها دیگه به فتنه و سوال جواب گرفتار نمیشن، یعنی که گمان کردن که با امتحان گرفتار نمیشوند. چرا که الله تعالی میخواد که فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. الله تعالی میخواد که دونه که مسلمان حقیقی است و کی منافق است. در اینجا یعنی که پاکسازی صف به معنی اون است که مسلمان از منافق جدا کرده میشود. دوم فایدهش این تربیه هست، یعنی نسلی هست که باید دعوت اسلام رو در دنیا پهن میکرد، باید پیشوای مردمان دنیا میشد این امت. بنابراین این امت باید که یک امت، این گروه مردم باید یک امت فرزانه است که از امتحان ها گذشته هست. انسانی که از این امتحان گذشت بعد از آن میتواند که برای دیگران راهنما باشد، برای دیگران راه نشانده باشد. بنابراین الله تعالی اونها رو به این نمود که امتحان ها گرفتار کرد. سومش این پاکسازی انسان از گناه است. در حدیث آمده است که پیامبر علیه السلام میگن که
ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتی الشوکة یشاکها. یعنی گفتن که بالای مسلمان وزنی نمی بیاد، یک خستگی نمی بیاد، یک غم، یک اندوه، یک بلای، یک مصیبت نمی آید، حتی که یک خاری که به پای او میخلد یا به دست او میخلد، مگر اینکه مسلمان اجر خواهد گرفت. یعنی تصور کنید انسانی که خار خلید ثواب دارد، اجر دارد، اکنون انسانی که شکنجه شد، انسانی که زده شد، انسانی که اینقدر عذاب‌ها رو دید، مثل یاسر و مثل سمیه که کمپیر و مزفت بودن، مثل بلالی که یک غلام بود، یا دیگر نمونه هایی که گفته گذاشتیم، چقدر الله تعالی بر آنها پاداش خواهد داد فقط خودش میداند. دوستان عزیز، چگونه صحابگان همه این را تحمل کردند؟ برای چی به همه این چیز صبر کردند؟ چه خیلی توانستند که شکیبایی را پیشه کنند؟ همه این را انشاءالله در حلقه آینده خواهیم گفت. چخیر پیامبر علیه السلام اونها رو تربیت کردن تا توانستن که همه این مصیبت و همه این بلا و همه این امتحان ها رو با یک سری بلند پسی سر کردن. ان شاء الله در حلقه آینده خواهیم گفت. شما رو در پناه الله تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.